بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. حیرت رحیمزاده از به حضور گشتن کبیری در خارج. خانواده زید سعیدov در کوچه میماند. جزئیات سفر وکیلان بین المللی به دوشنبه. دو فوتبالباز تاجیک به بلاروسیه رفتند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتیش در دوشنبه به سؤال خبرنگاران عاید شرکت محیدین کبیری رئیس به حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در کنفرانس‌های بین المللی پاسخ گفت که نمی‌داند چرا هیچ کشوری نمی‌خواهد کبیری را بازداشت کند. او گفت پرونده محیدین کبیری را به اینترپول هم فرستادند، اما نام رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در صفحه اینترپول وجود ندارد. از سبب آن رحیمزاده اظهار بیخبری کرده است. وزیر کارهای خارجه گفت برای چه کبیری در آن کشورها آزادانه رفت و میکند؟ از خود همان کشورها پرسیدن ضرور است، چون که آنها نیز عضو اینترپول هستند. ما تمام معلومات را درباره این حادثه به ایران و ترکیه و دیگر کشورها فرستاده بودیم. اینچنین رحیمزاده اظهار کرد که تمام کشورهایی که محیدین کبیری را به قلمروشان راه میدهند باید این اقدامشان را شرح دهند، چون که او در جستجوی بین المللی قرار دارد، اما تا کنون هیچ کشوری نخواسته است به اعتراض مقامات تاجیکستان از جمله وزارت کارهای داخلی پاسخ گوید. مقامات تاجیکستان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس آن را در آشوب جنرال حاجی حلیم نظرزاده همدست دانسته حدود 200 نفر اعضایان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را با شمول 13 عضو ریاست عالی آن بازداشت نمودند، اما تا هنوز هیچ دلیلی در مورد شرکت این حزب در آن آشوب ارائه نکردند و تمام تفتیشات زیر مهر کاملا مخفی صورت میگیرد. امروز صبح اجراچیان سعودی برای مصادره اموال زید سعیدov رفتند. خیرالله سعیدov فرزند کلانی زید نوشته است نه تنها اموال خود زید و فرزندانش، حتی خانه و در برادران زید سعیدov مصادره کرده می شوند. خیرالله در صفحه فیسبوکیش یک نامه پردرد انشا کرده است و می گوید بالا این دردها، بالا این غصه و غمها به قبل با فرمان بالا دست به مصادره اموال فرزندان و اقربای زید سعیدov زدن در شرط است که نگریستن به این منظره به خودانه اشک را از چشمان جاری می کند و به اختیار صدا را از قلب بیرون می سازد که صداد از بیداد. او می گوید مقامات آمدند تا خانه حتی امکش را که سالهای 70 عصر گذشته زمانی که زید سعیدov دانشجو بود خریده شده است مصادره کنند. خیرالله سعیدov متن قانون مصادره اموال را آورده است که در آن گفته می شود مال و ملکی که برای محکوم شده یا شخصانی در تأمیناتش بوده ضرورند موافق رویخطی در کودکس اجرایی جزای جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده مصادره نمی شود. با آوردن متن قانون خیرالله نوشته است وقتی از سعودیه این سوال را میکنیم که ماده 57 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان چی میگوید، آنها رو به بالا کرده میگویند خودتان میفهمید که چی را باید فهمیم، آخر نمیشود تقاضای زمان همین است گفته چشم را پوشید. پسر بزرگ سعید نوشته است ولی اینجا خانه های فرزندان یک طرف است، خانه های برادران پدرم را مصادره کردنیند که حتی آنها سیاست را چیزی نمیفهمند و نمیدونند که امکشان زید برای در عرصه سیاست پا نهادن گرفتاری چنین ظلم و بهرمی گردیده است و در چرخاب این ظلم خانواده آنها را نیز پیوستند. قانون مصادره این است که سود باید اثبات کند مثلا خانه‌هایی که مصادره می شود غیر قانونی به دست آمده است، لیکن خانه‌های فرزندان با زید سعید هیچ ارتباط ندارند. مثلا خانه عمکم سالهای 1970 1975 خریده شده است که زید سعید آن زمان دانشجو بود و خانه خریده نمی توانست و نزدیک 30 نفر 4 عائله با فرزندانشان در این خانه زندگی میکنند. از خود خانواده زید سعیدov 25 نفر فرزندان و نبیرگان بعد مصادره خانه و اموالشان جای رفتن ندارند، نوشته است خیرالله. این اقدام مقامات را خیرالله قصاصگیری برای تشکیل حزب و طرف پدرش نامیده است. مگر تأسیس حزب جنایت است یا یگان قانون در جمهوری تاجیکستان این تصمیم گیری را منع کرده است که پدر من بعد اقدام تأسیس حزب به چنین مصیبت گرفتار شد؟
آیا برای اقدام تأسیس حزب برای 29 سال باید روانه زندان شوی؟ آیا برای اقدام تأسیس حزب باید خودت در زندان و اموال عائله، فرزندان و اقربایت مصادره کرده شود؟ خیرالله سعیدов به آنهایی که همان قانونشکنی را نسبت پدرش روا دیدند مراجعت کرده است که تا بار زیر عمق این اندیشه به خودشان سوال ندادند که چرا باید چنین ظلم را برای زید سعید روا بینیم. مرا یک سوال خیلی اذیت می‌دهد که آنهایی که این ظلم را برای پدری من روا دیدند شبها چگونه خواب می‌رفته باشند؟ آیا خوابشان راحت است؟ آیا آنها را وجدانشان عذاب نمی‌دهد؟ آیا برداشتن باری مصیبت و بدبختی یک خانواده بزرگ آسان است؟ پسر زید سعیدov گفته است اکنون می‌توانید تصور کنید که صدای گریه جانسوز یک عائله بزرگ که هر شب شما راحت می‌خوابید تا گوش آسمان‌ها می‌رود. بینندگان گرامی، اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم. پلیس انقره پایتخت ترکیه دست کم 10 نفر گمانبر در جلب افراد مسلح به گروه دولت اسلامی را بازداشت کرد. خبرگزاری دولتی انادولو میگوید که عملیات گروه ضد تروریستی در پایتخت صبح روز 25 ینور به خاطر دستگیر کردن 2 نفر از گمانبران صورت گرفت. مقامات ترکیه گروه دولت اسلامی را در تهیه حمله تروریستی در قسمت تاریخی شهر استانبول ایبدار می‌کند. در آن حمله که روز 12 ینور صورت گرفت 10 تن از سیاحان خارجی جان باختند. سفیر نوانتخاب ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان خانم الیزابت میلارد بعد ادای سوگند که مراسم میان 14 دکبر سال 2016 در واشنگتن برگزار گردید برای اجرای وظیفه مذکور به دوشنبه تشریف آورد. بنا به اطلاع سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان خانم میلارد دیپلمات حرفه‌ای خدمات دیپلماتی ایالات متحده آمریکا بوده دارای رتبه بلندی مشاور فرستاده می باشد. هنگام ادای وظیفه در هندوستان و به حیث معاون رهبران نمایندگی در قزاقستان و ادای چند وظیفه در شورای امنیت بی‌خطری از جمله به حیث دیرکتور و یاردمچی مخصوص پرزیدنت عاید به مسائل آسیای مرکزی و جنوبی تجربه بای داشته و دانش کافی مربوط به این مناطق به دست آورده است. بر اثر ترکش بمب در مضافات سیسمابون لاوس 2 شهروند چین هلاک و 1 نفرش زخمی شد. خبر می‌دهد آگهی سینخوا ضمن استناد به سفارت چین. در جزیره امامی اوسیما ژاپنیا بعد از 115 سال برف بارید. طوری که آگهی آب و هواشناسی این کشور خبر داده است بار آخر بارش برف در این جزیره که به منطقه کاگوشیما تعلق دارد 12 فوریه سال 1901 به قید گرفته شده بود. گفته می شود در قسم جنوب و غربی ژاپنیا روزهای استراحتی خیلی سرد شده برفریزی به عمل آمد. در قسم جنوبی جزیره کیوسیو که برف در آنجا خیلی کم میبارد بلندی برف به 10 سانتی متر و در شهر ناگاساکی به 16 سانتی متر برابر گردید. این نشانداد برای هر دو منطقه رکوردی می باشد. می نویسد خبرگزاری ریا نووستی. در قسم جنوبی منطقه اوکیناوا ژاپنیا سردی هوا به 4.6 درجه تحت صفر رسیده است که این حالت نیز رکوردی عنوان می گیرد. 2 وکیل ترکی برای بازدید از زندانیان سیاسی در تاجیکستان و شناسایی با شرایط نگهداشت آنها و وضع خانواده‌شان به دوشنبه رفته بودند و آنجا بازداشت شدند. بعد بازگشت صحبت با خبرنگار پیامنت در استانبول داشتند و از آن سفرشان قصه کردند. گلدن سانمز عضو ریاست انجمن وکیلان ترکیه، امینا الدیریم عضو اتفاق بین المللی وکیلان و ترجمان آنها ظهور روز 20 ژانویه با هدف شناسایی با شرایط زندانیان سیاسی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان که در بازداشتگاه تاجیکستان به سر میبرند و وضع خانواده ایشان به دوشنبه پرواز کردند. در دوشنبه به این گروه وکیل روس داگیر حساوف پیوست. داگیر حساوف رهبر این گروه در این سفرشان هم بود و قرار بود 2 وکیل تاجیک خاصیت و جمشید یاروفها برادر و خواهر وکیل دفاعی بازداشت شده حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان بزرگمیر یاروف ایشان را در دوشنبه همراهی کنند. این گروه
گروه وکیلان در مهمانخانه شراتون دوشنبه جای گرفتند و صبح روز 21 ینور با همراهی جمشید و خاصیت به قبول پروکورور ژنرالی تاجیکستان یوسف احمدزاد رفتند، اما پروکورور ژنرالی آنها را قبول نکرد و گفت که ساعت 14 روز بیایند. وقتی آنها از پروکراتور به مهمانخانه برگشتند به جمشید یاروف کسی زنگ زد. خود جمشید گفت او را دعوت کردند به بیرون رود. بعد همگی چند دقیقه بیرون رفتن جمشید تلفنی دستیش دست نورست شد. ساعت 14 این گروه علاقه به جمشید به قبولگاه پروکورور ژنرالی حاضر شد، اما پس از منتظری طولانی جناب احمدزاد به کاتبش سپارش داد وکیلان را به شعبه کار به خارج ببرد. پروکورور رقم اول تاجیکستان به وکیلان گفت چون شما وکیلان خارجی باید به شعبه کار با خارجی ها در ارتباط باشید. وقتی کاتبه آنها را به شعبه تعیین کرده احمدزاد برد، یک نفر از آنجا خارج شد و بدون هیچ معرفی و تکلیف به در آمدن پرسید که چی میخواهند. چون نامه آنها را دید که برای حمایت از محبوسان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان آمدند، حس ترس او را فرا گرفت و از ایشان سوال کرد چرا میخواهند از تروریستان دفاع کنند. این نماینده شعبه کار با خارجی پروکراتور ژنرالی در دالان بنا خیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سیاه کرده و گفته است نباید وکیلان دفاع آنها را به دوش میگرفتند. او گفته است این نفران بسیار خطرناکند و حمایت از ایشان برای وکیلان مشکلی زیاد می آورد و گفته است این کار الکی تمام شده است و دیگر هیچ وکیلی نمیتواند به آنها کمک کند. چنانه که خبر دارد چند پیش در یک حالت فوق‌العاده اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی را از شمول برجسته‌ترین سیاستمداران و علماهایش را مقامات تاجیکستان بازداشت کردند. در این باره در رسانه‌های جهانی خبرها خیلی زیادند. ما هم برای دیداربینی و به خاطر آگاه شدن از وضعیت آنها همچون وکیلان دفاع حقوق بشر به تاجیکستان سفر کردیم. ما تا این حد فضای سیاسی تاجیکستان نگران کننده بودنش را انتظار نداشتیم. وضعیت در تاجیکستان در یک حالت امنیتی قرار دارد. حتی وکیلان دفاعی که می‌خواهند از حقوق بازداشت شدگان دفاع کنند پشت پنجره رفته‌اند. خبرنگاران با ترس و هراس صحبت می‌کنند. کارمندان مقامات نیز اصول قبولشان حیرت آور است. کسانی که ما را می‌باید راهبردی کنند به طور مرموز آنها را بازداشت کردند. و نهایت ما را که وکیلان دفاع درجه بین المللی هستیم بازداشت نموده مورد پرسجو قرار دادند. پرسجویشان نهایت درشت و غیر اخلاقی بود. در عموم میتوان گفت که وضعیت حقوق در تاجیکستان نهایت نگران کننده است. وکیلان گفتند از خانه‌های نماینده پروکراتور احساس کردیم که نه تنها حمایت از حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، حتی سخن گفتن از آن در تاجیکستان تابو است. سفر هیئت وکیلان بین المللی به تاجیکستان به خاطر بررسی پرونده های بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیلان مدافع آنها که آنها هم بازداشت شدند و مورد تعقیب، فشار و بازجویی قرار گرفتن آنها توسط مقامات امنیتی و پلیسی تاجیکستان چند چیز را نشان می‌دهد. اول اینکه فضای ترس و هراس در این زمینه به شدت وجود دارد، به یک نوع وحشی وجود دارد که در مسئله بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ نفر، خواه اون از نزدیکان این بازداشت شدگان باشد، خواه یگان دیگر اندیش باشد یا روزنامه‌نگار باشد یا حتی وکیل خارجی باشد، اگر خواهد که در این مسئله دخالت کند به شدت برخورد می شود و یک فضای ترس و وهم را در جامعه به وجود آوردند. یعنی مثل اینکه باید در مسئله بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیلان آنها هیچ کس صحبت نکند، یک امری مختومه است و کار حل شده است، باید هیچ کس صحبت نکند. و اینکه در پروکراتور تاجیکستان گفتند که آنها بیرون از موضوع صحبت کردند. بیرون از موضوع هم همین است که آنها درباره این بازداشت شدگان صحبت کردند و مقامات ما به این نظر است که موضوع بازداشت شدگان حزب نهضت این موضوعی بحث نیست، باید هیچ کس در این باره صحبت نکند. دوم چیزی که میتوان از این سفر وکیلان بین المللی برداشت کرد این است که روند
یعنی محاکمه بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ناعادلانه و ناشفاف است. اگر واقعا اونها گناهگار هستند، پس چرا مقامات تاجیکستان اینقدر سعی میکنند که کسی درباره اونها و چی در بالای اونها میگذرد آشکار نشود؟ پس معلوم است که اونها بیگناه هستند. از این خاطر میترسند که صحبت روزنامه‌نگار یا صحبت خویشاوندان اونها یا وکیلان خارجی بین المللی در مورد آنها بر رسانه‌ها و جهان چیزهایی را آشکار میکند که مقامات تاجیکستان نمیخواهند، یعنی آشکار کردن حقایق و دروغ بودن اتهامات آنها. واسه اون چیزی که میتوان از این سفر آنها برداشت کرد این است که وضعیت زندانیان واقعا دهشتناک هستند. اونها هیچ کس خبر ندارد که اونها در چی حال هستند و چی وضعیتی دارند که متاسفانه چنین برخورد با زندانیان سیاسی در تاجیکستان وجود دارد. چهارم چیزی که میتوان در این باره صحبت کرد این است که وقتی که با وکیلان خارجی چنین به شدت برخورد می شود، معلوم است که اون وکیلان وطنی، وکیلان دفاع وطنی چی جرأت کرده؟ آیا جرأت کرده میتونند که در این باره صحبت کنند؟ وقتی که مترجمی وکیلان بین المللی کوب می شود، وقتی که اونها زیر فشار روانی قرار می گیرند و زیر تعقیب قرار می گیرند و تهدید می شوند که دیپورت می شوند، پس یک ادوکت وطنی چی باید کرد؟ و به همه معلوم است که سرنوشت برادر بزرگ میریاروف به همین خاطر بود. امروز اون روانه زندان شد به خاطر اینکه درباره در این مسئله صحبت کرد. از این خاطر من در آخر از سازمان‌های بین‌المللی، بخصوص سازمان‌هایی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند و همچنین از سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و دیگر سازمان‌ها و همچنین از کشورهای کفیل صلح و دیگر کشورهای دوست می‌خواهیم که در این مسئله بی تفاوت نباشند، خاموش نباشند. این مسئله انسانی که در تاجیکستان وجود دارد توجه بدهند تا اینکه موارد نقض حقوق انسان ها در این کشور که معروف است با نقض حقوق بشر بیشتر و افزایش نیابد. دو بازیگر تیم ملی تاجیکستان آید به فوتبال به دسته بلشینه بلاروسیا دعوت شدند. فدراسیون فوتبال کشور میگوید جهانگیر ارگاشف و امیربک جورابویف بازیگران منتخب جوانان کشور برای سنجش پیشکی به بلاروسیا سفر کردند. دعوت ارگاشف و جورابویف به بلشین بعد اشتراکشان در مسابقه جام اتحادیه 2016 که در آن رقابت‌ها به جای وسکونی بازی کردند صورت گرفته است. بلشین یک از تیم‌های فعال در بلاروسیا بوده در موسم گذشته مسابقات این کشور در زینه چهارم جدول مسابقات جای گرفته بود. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.